بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. برادران، بزرگواران، اهل توحید، بارک الله فیکم. امروز یک سخن علمای سلف صالح رو در یک مسئله خیلی هم نازک به شما ان شاء الله نقل میکنیم. مسئله همین است که شما اهل توحید یک برادر اهل سنت خود را همراه اهل بدعت دیدید که یک برادر شما اهل سنت با همراهی اهل بدعت است. مثلا در کوچه همراه اهل بدعت رفته است یا همراه اهل بدعت در یک جا نشسته است، همراه اهل بدعت است. شما این رو دیدید، چگونه به همین برادر خود که اهل سنت بود، به همین برادر اهل سنتتان چگونه معامله میکنید؟ انا همین مسئله رو امام ابو داود سیجستانی، صاحب کتاب سنن ابو داود میگیم. انا من ابو داود سیجستانی تولد شده 202 هجری و وفات کننده 275 هجری رحمه الله، یکی از علمای سلف این امت، از استادشان ابو عبدالله احمد ابن حنبل میپرسند. قال الامام ابو داود السجستاني: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدع أترك كلامه؟ قال: لا. أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحق به. قال ابن مسعود: المرء بخدنه. در طبقات الحنابلة مجله یکم این چیز ذکر شده، صفحه 429، که امام ابو داود سیجستانی گفتند که من به ابو عبدالله احمد ابن حنبل گفتم که یک مرد رو از اهل سنت دیدم که همراه یک مرد از اهل بدعت است. آیا سخن این اهل سنت رو ترک کنم، یعنی همراه این سخن کردن رو، معاشرت رو ترک کنم؟ چکار بکنم؟ احمد ابن حنبل رحمه الله گفتند که لا، ترک نکن. یعنی یک بار ترک نکن. گفتم بلکه تعلیمه، به همین مرد اهل سنت تعلیم بده، یعنی خبر بده، فهمون که همون مردی که همراهش هست این از اهل بدعت است. یعنی به اهل سنت رو، یک مرد رو دیدی که به اهل بدعت است، یک باره این برادر اهل سنتت ترک نکن، بلکه به برادر اهل سنتت فهمون که ای برادرم، همون کسی که تو همراهش هستی این اهل بدعت است، تو از این باید دور شوی، تو نباید ترک کنی، تو باید همچنین نصیحت به برادر اهل سنتت بکنی. بعد از این نصیحت اگر این برادر، این مرد اهل سنت همون اهل بدعت رو ترک کند، همراهش هستی، همراهش صحبت میکنی، همراهش برادری میکنی. اما بعد از این نصیحتی کرده ات باز این اهل سنت همراهی همون صاحب بدعت یک جا بگردد و همراه باشد و ترک نکند اهل بدعت رو، فالحقه به، پس این اهل سنت رو هم به همون اهل بدعت الحاق میکنی، پیوست میکنی، میگویی که اینم اهل بدعت است. همین مرد اهل سنتی که با اهل بدعت بود نصیحت کردی و اهل بدعت ترک نکرد، بعد از این میگویی که پس اینم اهل بدعت است، حکم اهل بدعت به سر اینم حکم میکنی. زیرا که میگند عبدالله ابن مسعود گفتند که یک مرد همراه دوستش است. در این مسئله حدیث صحیح است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگند المرء مع خلیله فلینظر احدکم من یخالل. یک مرد، المرء علی دین خلیله، بله صحیح روایتی که بلفظش اومده است، بله همچنین است که یک مرد در دین دوستش هست. پس نظر بکنید که دوست شما کی است، نظر بکنید که به کی دوستی میکنید. هر کس با هم فکری خود، با هم عقیده خود، با هم اندیشه خود، هم دین خود دوستی میکند، رفت و آ میکند،
صحبت میکند، همراه میگردد، همدیگر را در حالت خوب، در یک حالت کامفورت حس میکند. پس از همین جهت نظر بکنید که دوست شما کی است. فلینظر احدکم، پس نظر بکنید هر یک شما که من خلیل با کی دوستی میکنید. بارک الله فیکم. از همین جهت مسئله خیلی بزرگ است و در زیر شرح همین علما میگن که بدعت اگر بدعتی مکفره و مشهور نباشد، یعنی همون آدم مبتدعی که یک اهل سنت و الجماعه همراه او بود، همون آدم مبتدی و صاحب بدعت، بدعتش بدعتی مشهور، خودش هم صاحب بدعتی مشهور نباشد و یک آدم عادی بدعتش هم بدعتی مکفره بدعتی مشهور نباشد، در این حالت انا همین معامله رو میکرد. اما وقتی که یک انسان گفتند امام اهل بدعت است، امام هست، مشهورترین انسان است در بدعت، رأس بدعت است، سردار مبتدعین است، امام اهل بدعت است و بدعتش هم بدعتی مکفر است، در این حالت رفت و کسی همراه او نشست و همراه بود، در این حالت گفتند البته که باز مسئله خطرناکتر است. از همین جهت بارک الله فیکم ببینید که سلف صالح چگونه دین خود رو حفظ میکردند، هم دین خودشون رو هم عموما اسلام رو از همه جانب نمیموندن که مسلمان ها به اهل بدعت آمیخته شود. چرا؟ وقتی که مسلمان ها به اهل بدعت آمیخته شود، دین هم اعوذ بالله با همین طریق به فهم خطا کوچانیده می شود و دین هم بالاخره مردم بالاخره دین رو هم تغییر میدن. بارک الله فیکم.